سلام قشنگا. امیدوارم که هر جا هستیم خیلی حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به انواع امتحانا صحبت کنم. اولین نوع written exam. یعنی چی؟ یعنی امتحان کتبی. نوع دوم oral exam. یعنی چی؟ یعنی امتحان شفاهی. نوع سوم multiple choices exam. یعنی چی؟ امتحان چند گزینه‌ای، 4 گزینه‌ای مثلا. و نوع آخر که شاید از همه سخت‌تر باشه به نظر من، continuous assessment. یعنی در طول ترم و در طول سال تحصیلی شما نمرتون رو به دست میارید با توجه به فعالیتی که توی کلاس انجام میدید، امتحانات کوچولویی که در طول ترم گرفته میشه یا در طول سال گرفته میشه. Continuous assessment، ارزیابی مستمر. اگه نوع دیگه ای از امتحان رو میشناسید کامنت کنید.